11 نوامبر در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از یک گروه سفیران نوی دولت‌های خارج اعتمادنامه قبول نمودند. ضمن مراسم با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان سفیران نوی فوق‌العاده و مختار جمهوری مردمی چین گو جیتزیون، اتحاد اروپا رادسلاف دارسکی، پادشاهی دانیا یسپر ور، جمهوری یونان خانم یکاترینیک ساگوراری، جمهوری استونیا یعب اورا، گرجستان داوید کوتاریا، پادشاهی هاشمی اردن حمزه العمری، بورکینافاسو آریستید راپوگدونبا لودویک، جمهوری آرژانتین سباستیان سایوس و جمهوری دومینیکان آلخاندرو آریاس سارسوئلا اعتمادنامه‌های خود را با پیام درود از رهبریت کشورهایشان تقدیم کردند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی سفیران نو را به مناسبت آغاز فعالیت دیپلماتیشان در این مسند مسئول در جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفتند. پرزیدنت کشور تاکید داشتند که اساس سیاست خارجی متوازن و صلح‌خواهانه دولت تاجیکستان را اصول درهای گشوده تشکیل می‌دهد. در تکیه به آن ما رابطه‌های دوستی و همکاری برای جانب‌ها سودمند فراگیر را با کشورهای منطقه‌های گوناگون عالم راه‌اندازی نموده گسترش می‌دهیم، ابراز داشتند سرور دولت محترم امامعلی رحمان. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اید به رشد و تحکیم رابطه‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه سودمند تاجیکستان با جمهوری مردمی چین، اتحاد اروپا، پادشاهی دانیا، جمهوری یونان، جمهوری استونیا، گرجستان، پادشاهی هاشمی اردن، بورکینافاسو، جمهوری آرژانتین و جمهوری دومینیکان اندیشرانی نمودند. به سفیران نوتعیین مراجعه نموده سرور دولت تاکید کردند که تاجیکستان ادامه شریکی با کشورهای آنها را بخش ترکیبی سیاست خارجی خود می‌داند و دورنمای آن را نیک ارزیابی می‌نماید. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان اظهار امید نمودند که تلاش‌های پیوسته سفیران در جاده رشد و تکامل رابطه‌های گوناگون جنبه میان کشورها ثمره و نتیجه‌های نو به بار خواهند آورد. در خاتمه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به سفیران نو کامیابی خواسته به رهبران دولت‌های آنها سلام و پیام گرم ارسال نمودند.